سلام دوستان. برای کاشت این گیاه اول میایم قوزه رو سرش رو جدا میکنیم. تخم این گیاه داخل این قوزه هاست. قوزه رو به صورت یک نواخت در جایی که میخوایم، سبد، گلدون، هر جایی که میخوایم گیاهو بکاریم به صورت یک نواخت پخش میکنیم. بعد میایم روشو روی خاک و یه کمی روی دونه ها رو با خاک پر میکنیم، یعنی خاک رو زیر و رو میکنیم یه کمی و روشو میپوشونیم که زیر خاک قرار بگیره دونه ها. یه کمی باید روی دونه ها رو، زیاد نباید حفر کنیم برای دونه ها، یعنی دونه ها نباید خفه بشن برای رشدشون، چون خفه میشن اگه زیاد داخل خاک برن و باعث خفگی و پوسیدگی دونه میشه. بعد این کار میایم یه آب بیاریه خیلی ملایم میکنیم سبد یا گلدونی که توش گیاهو کاشتیم